سر این که حرفای عرفا در طول تاریخ به درستی فهمیده نشده و حتی خیلی صریح و روشن عرض کنم که عرفان گاهی سر از شرک در آورده. احسن. این عرفا از اول حرفا رو درست دادن، ولی وقتی به دست اذهان نامستعد افتاده، اذهانی که مستعد نیستن برای درکش، تبدیل به شرک و کفر و بت پرستی و وثنیت و صنم اینها شده. دقیقاً سرش در همین مطلبی که شما فرمودید. مقام فنا درکش جز برای آدم فانی مشکله. احسن. فانی رو کسی میفهمه یعنی که خودش فانی باشه. آدم غیر فانی هر چی براش توضیح بدی فنا رو نمیتونه درک کنه که فنا یعنی چی. فنا یعنی سالک در سلوک میرسه به اینکه تعینات برداشته میشه. ما در قیدیم، همیشه ما در قیدیم و چون در قیدیم مطلق رو نمیتونیم بفهمیم. البته مطلق رو نمیشه تصور که اشکال کار ما اینه که ما میخوایم مطلق رو تصور کنیم. توجه بکنید آقای دارجان، شما اگه مطلق رو تصور کنی مقید میشه. مطلق رو میفهمی یعنی چه، اما توان تصور مطلق رو نداری. به مجرد اینکه مطلق رو تصور کردی اون مقید میشه و اگه بگی مطلق همینه این کفره.